دوستان، من نبیجان امروز با همکارم عبدالله ریایوف با بخترشهر برآمدیم. می‌خواهیم اندیشه مردم را بفهمیم که آنها در رنگ‌های پرچم دولتی چی معنی را می‌بینند. ما را همراهی نمایید. سرخی رو سرخی ما مردم تاجیک ببینیم که سفیدی وقت اقبال سفید سوم که سبزی سبزی و خورم تاجیکستانی عزیز. رنگ سرخ رنگ سرخ صلح است، آبادی است. رنگ سفید روشنی است. رنگ سبز سیری و پوری ریسک فراوان که در دولت ما موجود است. خدا به شکر. این تاج زیبا چی می‌بینید؟ تاج زیبا ما تاجیکان تاج داره. رنگ سرخ این مبارزه، رنگ سفید سربلندی، رنگ سبز باشد سرسبزی کشور باشد. تاج چی معنی داره؟ تاج یعنی تاجیکان، رنگ سرخ این جانگوساری وطن عزیزمون است. رنگ سفید پخته تازگی یعنی پاکیزگی جمهوری عزیزمون است. رنگ سبز سرسبزی و خرمی و جمهوری تاجیکستان ما را در بر میگیرد. رنگ‌های پرچم دولتی مثلا رنگ سرخ خونی شهیدان گفته گیا، رنگ سبز سرسبزی مثال تاجیکان آدمان مثال گفته گیا، رنگ سفید بخت سفید اقبال سفید. پاکی مردار مانند هوای و رنگ سرخش مقصد چیه؟ صلح و امنی کشور. سبزش سرسبزی خرم آبادی زیبا گشتن کشور خودمون. این بود آن اندیشه هایی که ساکنان بخترشهر بهر ما و شما پیشنهاد نمودند. خیر تا دیدار نوبتی با روزنامه خطلان و شبکه اجتماعی آن بمانید.